ما خو یک دفعه که باز قصه سر شد همین سریع مشکل نیست. میره. نامتان صاحب؟ انجینر سمیر. نام شما صاحب؟ فیصل. فیصل جان. شما بزرگوار؟ شاه محمد. عطا محمد. شاه محمد. شاه محمد. کجا میرفتین در موتر در این گرمی؟ اول بگو که موتر تا نیسی داره نداره؟ تشکر امیر صاحب بزرگوار. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همچنان علل خصوص علی خود دوستدارایی که من نه تنها در افغانستان در خارج از کشورشون که ما سفرهایی که داشتیم چی در دبی بوده، چی در ترکیه بوده، چی در کردستان کوتی بوده و علل خصوص امریکا واقعا همگی دوستتان داره شخصا و قلبا بدون کدام چیز ایراد و صراحتا براتون میگم. در خصوص سوالتون موتر حتما اگر بگیم دارن هم یک چشم گریان میکنه، اگر بگیم ندارن هم یک چشم خنده میکنه، چون در شرایط فعلی اگر بگیم بله داره شاید بعضی نزاکت ها پیدا شه، اگر بگیم نداره شاید بعضی گپا سر خود بیاد دیگه. بنان شکر الله بعضی نعمت هایی که داده از او ما شکرگزار هستیم داده و می زمینه را مساعد میکنیم به دیگه دوستان که چیزی که دست توانایی باشه به دیگه دوستان میگن امکانات و فراهمسازی زمینی کاری را داشته باشین در کلی از او فرصت های تحصیلی و شغلی را برشون ایجاد بکنیم. قربان آدمای تحصیل کرده و فهمیده ببینین یک ایسی بسیار گپ خرد است، ولی این بزرگوار به این فکر است که یک دل یک کم مایوس نشه که گویا موتر ما ایسی داره، یک تعداد دیگه 100 تا مشکل دیگه داره. این از این تیپ مردم ها یک زیاد نیم یک 100 تا که باشه این وطن گل و گلزار است. قربان همیشه که سنفسیتان بزرگوار هستین. امیر صاحب و همچنان به خاطر دوستان ما این سفرهایی که میکنیم مکمل چند کشوری که رفتیم امروز تجار صاحبا که دیدیم ما الحمدلله یک چریتی فاوندیشن هم همچنان داریم بسیار عالی. که ما در قسمت فعالیت‌های اجتماعی است، مکمل توزیع مواد است، فرصت‌های ایجاد شغلی است و مهمترین چیزی که ما کوشش کردیم در افغانستان رو فعلا تا 30% پیش بردیم ایجاد زمینه‌های تحصیلی است به جوانان، خصوصا بورس‌های تحصیلی براشون آفر کردیم که تحصیل بکنن. خب بعضی مشکلات دیپلماسی است که نمیتونن خارج از کشور سفر بکنن، اما ما اونمو زمینه را با همین امکاناتی که فعلا داریم و دوستا و جوانان منظم ساختیم و ان شاء الله رحمانی تعهد ما همی است و دوستایی که از پشت می تریبیون و پشت می تلویزیون زیبای شما و علل خصوص با مایک حفیظ جان امیری متوجه هستن درخواست ما عظیمی است امو سرمایه‌گذاری که به خاطر منفعت‌های شخصی خود در دیگر کشورها میکنن فقط یک 20% نمیگم 100% توتال مکمل اکسپنس و کپیتال خود مصرف بکنه، فقط 20% در مردم مظلوم دیده افغانستان. ما شعار ما است که هیچ وقت نان هیچ وقت به خاطر یک کیلو برنج یک کیلو روغن مردم افغانستان و تمسخر و به بعضی گپای دیگه خدا ناخواسته نگیرین. پیسی امور به خاطر کتاب قلم به خاطر یک ذهنیت سازی سالم حداقل ترقی بکنه کشور مملکت ما خواهان هستیم و همون شعاری که ما همیشه با هر جایی که سخنرانی هم داشتیم فقط همیشه یک شعر گفتیم غرق وحدت باش اگر خواهی آسوده زیستن، غرق وحدت باش اگر خواهی آسوده زیستن، ماهی رو هرچی باشد غیر دریا آتش است. بنان کوشش نکنیم که از یک امی فضای منظمی که فعلا الحمدلله با ما از در شرایط شکر است همین مانند یک خودم فرض یک ماهی بکنیم فعلا در آب قرار داریم، خدا نخواسته نشه که با خیزای جنپای بیجای خود از آب خود خارج بکنیم داخل یک آتش دیگه شویم. گفتم نه از این تیپ مردم ها اگر زیاد باشه وطن گل و گلزار است. چی خواندین؟ درس چی خواندین؟ چقدر صحبت امیر صاحب بزرگ من خودم دو لیسانس هستم، لیسانس اول انجینری است، لیسانس دوم اقتصاد. میبالم که در پالیتان استاد است. باور کنید امیر صاحب من دور که آمدم باز ما براتون نشانم میدم چند بار همین رقم از طریق خود فاوندیشن خود ما خواستم که یک بار خودتون دعوتم بکنیم خارج از افغانستان بعضی برنامه به خاطر جوانان داشته باشیم. در این خصوص بعضی وقتا اس ششم انسان قلبا کش میکنه. ما مسیر ما دیگه طرف بود، خدای انجینر صاحب فرمود ما احتمالاً بیا خدای قلب کش کرد، خدای گفتم امیری صاحب اما دفعتا شیشه را پهان کردم اشاره کردم خانه خودتون هم آباد که الحمدلله ما عزت که میتین و جوانا و همگی شکر که شما را عزت خودت انجام بدیم خودمون ایران میانی کم میشه لفظا جملات در مقابل وصف خدا شاید از همگی دوستتان داره نه تنها در افغانستان. بزرگی از شماست، قربان محبتتان. یک ارتباط میگیریم، یک شماره تلفن اینا را با رشاد جان شریک بسازین. هستیم ما شما ان شاء الله در جایی که سهم ما باشه در قسمت کمک به مردم. خداوند شما را خیر بده که در قسمت کمک به مردم کوشا هستین، در قسمت از اینکه درس و تعلیم بورسیه ها را گفتین فراهم میکنین. بسیار زیاد خوش شدم. همه قسم ما و شما هر کدام ما کمک هم وظیفه خود ادا کنیم، کمک سهم خود ادا کنیم، میشه ان شاء الله یک چیز جور میشه.
فعلا برین بخیر، سفر خوش داشته باشین، کار خدمتی اگر بر ما باشه. قربان امیر صاحب تشکر. دنیا سپاس بخیر بسیار زیاد تشکر. و همچنین سرفراز خودتون. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. با امان خدا، با امان خدا از کلتر. بخیر. السلام.